درود بر شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم معادله اساسی حسابداری و اجزاشو براتون شرح بدیم. همینطور که مشاهده میکنید معادله از 3 بخش دارایی مساویه بدهی به علاوه سرمایه یا همون حقوق صاحبان سهام تشکیل شده که جمع سرمایه و بدهی همیشه برابر با داراییه. اجزای معادله اساسی حسابداری به شرح زیره که دارایی ماهیت بدهکار و بدهی و سرمایه ماهیت بستانکاره. و یک نکته‌ای که وجود داره، حساب دریافتنی گاهی اوقات به اسم مطالبات و بدهکاران مطرح میشه و حساب پرداختنی هم ممکنه با اسم تعهدات یا دیون و بستانکاران مطرح بشه. اگه تا اینجای ویدیو اومدی خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنی. تو شورت ویدیو بعدی قرار ماهیت حساب‌ها و حساب‌هایی که از روی ماهیت سرمایه حساب میشن رو شرح بدیم.